ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 80. باید گفت که تا وفات محمد در میان مسلمانان بخصوص بین مهاجران و انصار اختلافی نظررس وجود نداشت، ولی همین که پیامبر رحلت نمود به قول طبری هنوز او را ناشسته اختلاف اندر مدینه افتاد. مردی به مسجد خبر آورد که مردم انصار ساکنان مقیمی مدینه از قبیله های بنی اوس و بنی خزرج گرد آمده سعد ابن عباده را از میان همقومان خود به خلیفگی پیامبر انتخاب کردند. مردم انصار می‌خواستند به این وسیله در شهر بومی خود امتیازی افزونتر و مستقلیت عملی دینی و دنیوی بیشتر را صاحب شوند، ولی ابوبکر همراه عمر و ابو عبیده به حضور آنها رفته با متانت و فصاحت گفتار اهل انصار را از این زیاده روی باز داشت و اختلاف را از میان برداشت. انصاریان عاقبت بر خلیفگی ابوبکر بیعت کردند و پس آن روز چون شب آمد هیچ کس نمانده بود از مؤمنان اندر مدینه از مهاجر و انصار الا که همه با ابوبکر بیعت کرده بودند پیش از شب، مگر علی و حسن و حسین و اهل بیت و مانند ایشان که از بانین پیغمبر جدا نشدند و به تعزیت مشغول بودند. سپس ابوبکر مردم را به پرستش دین اسلام خوانده و مسلمانان هشدار داد که رسول الله وفات کرده باشد هم، ولی کلام خدا و دینی بر حق اسلام در میان آنها پایدار است. به قول طبری ابوبکر پس از مرگ پیامبر خطبه کرد و گفت: ای مردمان، محمد بیمرد و خدا او را به مرگ کرامت کرد. هر کی محمد را همی پرستید محمد بیمرد و هر کی خدای محمد را پرستید او زنده است و هرگیز نمیرد. هرچند محمد وفات یافت خدا و کلام او باقی است و دین او برجاست. خداوند محض با همین کلام خیش محمد را راهنمایی نمود و این کلام الهی تا ابد رهنما و هدایتگری اهل اسلام خواهد ماند. ما باید با مخالفان خیش با شمشیرهای برهنه بجنگیم، آنگونه‌ای که همراهی رسول خدا برای انتشار اسلام می جنگیدیم. این خطبه ابوبکر مردم را تسکین بخشید و به آنها فهماند که اگرچند محمد از جهان گذشته باشد هم خدای یکه و یگانه پایدار و جاودانه است و دین اسلام را پیروی نمودن و پرستش الله را به جای آوردن چون پیشتره باقی خواهد ماند. خطبه ابوبکر مردم را از غفلت رهانید، آنها را راهنمایی کرد و امیدی تازه بخشید و در میان مسلمانان اتحاد و اتفاقی را نگه داشت. همین طریق ابوبکر بعد وفات محمد به مسند خلافت رسیده توانست در طی 2 سال جانشین پیامبر بودنش
بر ضد آشوب و عصیان آنهایی که بظاهر اسلام آورده اما در باطن دل به دین سابقه خیش داشتند و از پرداخت خراج و زکات، دادن صدقه لشکر سرمی پیچیدند، به مبارزه آشتی ناپذیر برخیزد و آنها را سرکوب نماید. ابوبکر بر ضد قبایل بنی غطفان، بنی سلیم، بنی تی، بنی حنیفه، بنی سعد، بنی ثعلبه، بنی اوس و دیگران که بعضی منافق و مشرک و بعضی گردنکش و مخالف پرداختی زکات و خراج، دادنی صدقه لشکر بودند و حتی به پیغمبران کذاب امثال مسیلمه، سجاح طلیحه می گرویدند، سرلشکران جنگ آزموده و صادق خود را به غزا فرستاد. او نخست سپاهی اسامه ابن زید را که از روی دستور پیامبر می بایست به سرزمین فلسطین تحت وصایت امپریای روم بود برود و هجوم رومیان را به ملک عرب باز دارد، در آخر ماه ربیع الاول مطابق به انتهای ایون سال 632 برای پیشگیری هجوم دشمنان خارجی سفربر نمود. هدف از این تدبیر خلیفه اسلام اولا پیشگیری هجوم ناگهانی اجنبیان رومی و ثانیاً ترسانیدن چشم دشمنان داخلی و آشوبگران سرکشی ضد مسلمانان بود. موافق اخبار طبری، ابوبکر پس از گسیلاندن سپاه اسامه ابن زید لشکری اسلام را با سروری 11 نفر سرلشکران کارآزموده پی هم به جبهه نبرد ضد مخالفان و مشرکان فرستاد. خالد ابن ولید را بر ضد پیشوای قبیله بنی اسد در سرزمین نجد طلیحه ابن حویلید فرستاد که دعوای پیامبری کرده در میان قبیلهش علیه دین مبین اسلام فتنه می انگیخت. سپس اکریمه ابن ابو جهل را به مقابل مسیلمه کذاب روان ساخت که در دوره زندگی پیامبر اظهار نبوت نموده قبیله توانای بنی حنیفه را به جنگ ضد مسلمانان و حمله آوردن به مدینه تحریک می کرد. عمرو ابن عاص را برای جنگ با قبایل قزاعه، سعید ابن عاص را بهر پیکار با قبیله های عربی حدودهای شام، سوید ابن مقرین را برای نبرد با کفار تهامه در یمن، علای ازرمی را برای مطیع کردن مرتدان بحرین و تورای ابن حاجز را برای اسلام آوردن قبیله های حوازین و بنی سلیم روانه نمود. در نتیجه این لشکرکشی ها و سرکوب کردن دشمنان اسلام با ابوبکر میسر گردید که همه قبیله های عرب را در نیم جزیره عربستان در دوام کمتر از 2 سال از نو در اطراف خلافت متحد نموده دین اسلام را به سمت سوریه و عراق گسترش دهد. در پایان عمر ابوبکر عصیان و گردنکشی های تمام قبیله های عرب پخش کرده شد و سیاست ضبط کنی ملک های تحت وصایت امپریای روم، ویزانتیه و ایران ساسانی قرار داشته آغاز یافت. ابوبکر لشکری فاتح اسلام را که از نبردهای داخلی با قبیله های شوریده عرب فارغ گشته تجربه و مهارت تازه جنگی حاصل کرده بودند، در 2 جبهه گرد آورده برای ضبط نمودن ملک های 2 دولت مقتدر همسایه کشوری عرب ها، ایران ساسانی و روم، سفربر نمود. جبهه اول تحت سروری خالد ابن ولید در ماه محرم سال 12 هجری مطابق به مارت اپریل سال 633 به سمت عراق
حرکت کرده می بایست با دسته های جنگاورانی پیشوای بکریها مثنی ابن حارث متحد شده به مقابل سپاه دست نشان ساسانیان از سلاله النعمان بجنگد. جبهه دوم با سروری 4 سرلشکری جنگ آزموده ابو عبیده ابن جراح، عمرو ابن عاص، شهربیل ابن حسنه و یزید ابن ابو سفیان به سمت سوریه، شام و بیت المقدس فلسطین به مقابل لشکری قیصری روم رهسپار گشتند. و از همین دوره سر کرده مرحله یکم اصطلاح عرب شروع می گردد که در اصل هدف آن اسلام آوردن قبیله های عربی ساکنی ملک های امپریه های ایران و روم بود. چنان که در بالا ذکر کردیم، امپریه روم و شاهنشاهی ساسانیان در نتیجه جنگ های طولانی و محاربه های پی در پی بیش از 20 ساله خسرو دوم پرویز با هرقل خیلی ضعیف شده، بعد پادشاهی بیش از نیم ساله و مرگ شیرویه عملاً از مناقشه های زیادی خانوادگی و ضدیت های داخلی رو به تنزل آورده بود. شیرویه به قول ابن البلخی 17 تن برادران و برادرزادگان را بکشت که همه به شجاعت و هنرمندی از وی افزونتر بودند و از اولاد خسروی پرویز تنها 2 دختر بوراندخت و آزرمیدخت را زنده گذاشت و می توان گفت که تنها در طی 2 سال، یعنی سالهای 8 دهم هجری مطابق به سالهای 632 میلادی به تخت شاهنشاهی ساسانیان پی هم 10 نفر پادشاه، خسروی 3، بعدی او جوانشیری پسری خسروی پرویز، سپس بوراندخت، مهر گشنسب، آزرمیدخت، هرمزد 5 و نهایت یزدگردی 3 آمده از عهده اداره قلمروی پهناوری مملکت و پیشگیری تاخت و تازهای بیرونی نبرآمدند. ناآرامی و پراکندگی مملکت و مبارزه های داخلی و کشمکش های خانوادگی مسند طلبان سلمان پارسی بر این 10 علما و روشنفکران ایرانی را به ورطه ناامیدی و جلای وطن گرفتار می کرد و در همین وضعیت تیز و تند و بحرانی امپریه ساسانیان دعوت‌های بشردوستانه و انقلابی دین اسلام چون نسیمی تازه‌ای از سرزمین عربستان وزیده شعاری برادری و برابری مسلمانان و مردم عادی و طبقه میانه اهالی چون مژده رهایی تأثیر روزافزونی می‌رساند. ترغیبگران سرشمار دین اسلام که به سرزمین ایران به صفت تاجر، راهبلد، اشتربان، حمال، واعظ، جاسوس و سپاه زرخرید می آمدند، مردم قطاری و میان حال را با قصه های برادری و برابری مسلمانان انیخترش در یک مسجد همراه پیامبر عبادت کردند، در یک صف نماز گزاریدن، یک جای شین و خیز نمودن و از یک دسترخوان نان خوردن دارا و نادار مهر اسلام را در دل آنها بیدار می کردند. پیامبر و یاران او از ناآرامی های داخلی و کشمکش های دربار ساسانیان آگاه بودند و می دانستند که جنگ طولانی 24 ساله ایران با روم اقتدار سیاسی، اقتصادی و حربی هر دو دولت را کاهانیده، بعد نهضت مزدک نفوذ تیش زردشتی خیلی سست شده است.
فتح عراق و سوریه. خالد ابن ولید با دسته سپاه جنگ دیده‌اش به سمت عراق حرکت نموده در طول راه از حساب بدویان اسلام آورده شماره لشکرش را به 10,000 رسانید. دسته های سپاه او تقریباً در انتهای محرم سال 12 هجری مطابق با آخر اپریل سال 633 از حدودهای پایاناب فرات به ملک ساسانیان وارد شدند که از همین دوره سر کرده مرحله اول استیلای عرب آغاز می یابد. لشکر اسلام از دو سمت ریزشگاه رود فرات و سمت غربی دجله به خاک عراق در آمده می بایست ضمن پیشروی در شهر هیره با هم متحد می شدند. جنگ زنجیر. سپاه خالد ابن ولید در یک جایگی با دسته های بکری ها نخست شهری اوبله را احاطه کرده با هرمز نام مرزبان ساسانیان که مضافات های سرحدی پایاناب فرات را حمایه می کرد به نبرد در آمدند. این نبرد در حفیر نام استحکام حربی صورت گرفت و هرمزد مرزبان از افسونی لشکری 18,000 اسلام هراسیده از تیسفون کمک خواست. اما هنوز سپاه امدادی نرسیده محاربه آغاز یافت که در تاریخ با نام جنگ زنجیر مشهور است. برخی از مورخان از جمله طبری می نگارد که سپهبدان ساسانی قبلا زنجیر آورده بودند که اسیران مسلمان را با زنجیر ببندند. خالد ابن ولید مرزبان ایرانی هرمزد را به جنگ تن به تن خواند که آن با کشته شدن هرمزد انجامید. بعد مغلوبیت هرمزد لشکری روح بلند شده اسلام به هجوم گذاشتند و سپاهی بی سرلشکر و آشفته‌های ساسانیان را مغلوب نمودند. این پیروزی یکی از اولین غلبه های لشکر اسلام در عراق بود که آنها را به فتح و نصرت های من بعده هدایت نمود. چند روز پس از این محاربه سپاه خالد ابن ولید هنگامی به پیش حرکت کردند در قسمت شمالی شهر اوبله در کناره شهر مزار مضافات سنا با دسته سربازان ساسانی دچار آمد. این دسته سپاه ساسانیان از شهر تیسفون با سروری سپاه بد کرین به مدد هرمزد مرزبان می شتافت. لشکری آماده محاربه خالد ابن ولید با دستگیری بدویان به سپاه غافل مانده کرین ناگهان حمله آوردند. در نتیجه این جنگی شدید که یکی از برخوردهای عملاً جدی با لشکری ساسانیان بود، سپهبدان ایرانی کرین، قباد و انوشجان هلاک شده تقریباً 13,000 نفر سربازان ساسانی کشته و اسیر افتادند و گرفتاری زنجیری خیش کشتند. بعد این شکست خالد ابن ولید قریه های زندورد، درنه، هرمزگرد و دیگر قصبه های کنار فرات را قریب به مقاومت ضبط نموده سپس به شهر اولیس هجوم آورد. ساکنان اولیس که از سیاست دولتداری ساسانیان و مناقشه های درباری آنها دلگیر شده بودند به لشکر اسلام مقاومت نشان ندادند. عاقبت هنگامی به سمت هیره حرکت نمودند لشکر اسلام با سپاهبد هیره اندرزگر دچار آمد. بر اثر محاربه شدیدی که در نزدیکی ولج
ماه صفر سال 12 هجری مطابق به می سال 633 روی داد، لشکر ساسانیان در نتیجه حمله های پراکنده و نبودن هماهنگی نبرد گرفتار شکست شدند. تقدیر این محاربه شدید آستان هیره را دو دسته سواره های احتیاطی خالد ابن ولید حل نمود که از قفای سپاه دشمن حمله کرده در صف آنها آشفتگی و پراکندگی آورد. همین طریق عاقبت شهر هیره عراق ضبط گردید و برای فتوحات من بعده لشکر اسلام پایگاه استوار و متحد سازنده پدید آمد. می توان حدس زد که شکست پی در پی سپاه مرزبانی و امدادی ساسانیان در حفیر و ابوله، مزار مضافات سنا، اولیس و ولج و آستان هیره از نبودن اتحاد و هماهنگی و نقشه عملیات مشترکی سپاه بدان ساسانی سر زده آنها را به ناکامی و بی‌براری ها دچار نمود. مثلا در محاربه هیره سپاه بدی به امداد آمده شاهنشاهی بهمن در محاربه ضد خالد ابن ولید به واسطه شرکت نورزید و مقابلیت اندرزگر را با سپاهش دستگیری نکرد. همین که شکست یقین شد، بهمن سروری سپاه امدادی را به مرزبان آزادبه واگذاشته خود به تیسفون رهسپار گشت. آزادبه نیز به جای جنگیدن و حمایه کردن هیره سرنوشت سپاهی گرد آمده را به تقدیر حواله نموده خود راه فرار را پیش گرفت. اندرزگر نیز بعدی در تنهایی شکست خوردن رو به گریز آورده در بیابانی جگرسوز از تشنگی فوتید. رویداد این حادثه ها از نبودن دستی توانا و شاهنشاهی سختگیر و تدبیرساز در مسند ساسانیان گواهی می دهد، زیرا یزدگرد سی هنگامی به تخت نشستنش خیلی جوان بوده، 16 ساله، از عهده اداره ملک و هدایت و سیاست سرلشکران نمی برآمد. از دست رفتن کناره های جنوبی رود فرات با مرکزهای مهم تجارتی و فرهنگی ابوله و هیره نخستین باخت بزرگی ساسانیان به لشکر قدرت یافته اسلام بود. ساکنان هیره از مرزبانان و حمایتگران شاهنشاهی محروم گشته ناچار وکیلان خود را برای صلح بستن و تسلیم شدن به حضور خالد ابن ولید فرستادند. خالد ابن ولید اشرافان با سروری ایاس ابن ابو عبسه آمده را قبول کرد و در نزدشان 3 شرط گذاشت که می بایست اهل هیره یکی از این شرطها را انتخاب می نمودند. شرط اول پذیرفتن دین اسلام و برابری همه مسلمانان پرداختن زکات سالانه. شرط دوم چون پیشتره در دین مسیحی ماندن ولی سرپرستی و حکم خلافت اسلامی را قبول نموده برای حفظ دین مسیحی سال 1 دینار طلا مالیات سرانه یا خود جزیه پرداختن. شرط سیوم جنگ ناگزیر دو طرف و فتح بیرحمانه شهر هیره. ساکنان شهر شرط دوم را قبول کردند و برای پیمان صلح پرداختن 290,000 درهم تاوان جنگ را بر دوش گرفتند. دهقانان و ساکنان اطراف هیره باشد هر سال می بایست برای پایداری پیمان صلح 2 میلیون درهم جزیه می سپردند. خالد ابن ولید از قرارگاه لشکری مرزبانان و دیگر مخالفان فرار نموده غنیمت زیادی به دست آورده شهر هیره را مرکز اساسی ستاد لشکر اسلام قرار داد. سپس او بی دشواری قریه و شهرهای انبار، عین التمر،
دامت الجندل و استحکام حربی شهر فیروز را فتح نموده هنگام ماه رمضان در فیروز ماند و به استراحت و مشق و صف آرایی لشکر اسلام مشغول شد. شهر فیروز که اصلا در حدود مرزهای عراق ساسانی و سوریه رومی ها واقع بود، بعد از غلبه های پی در پی قریب 1 ساله در این استحکام حربی قرار گرفتن سپاه اسلام باعث خواطری و نگرانی سروران امپریای روم می گردید. ولی خالد ابن ولید بعد مدت بحیره مرکز ستاد لشکر اسلام بازگشته غنیمت‌های به دست آمده را در میان اهل لشکر تقسیم نمود. او از 5 حصه غنیمت‌ها را از روی تعامل به مدینه فرستاده ترغیب دین اسلام و افزودن پیروان آن را در شهر هیره براه ماند. خلیفه ابوبکر از فتح عراق و شکست‌های پی در پی سپاه مرزبانی ساسانیان و پیروزی‌های خالد ابن ولید روح بلند شده باشد هم از پیش نرفتن کشورکشایی‌های جبهه اسلام در سوریه و فلسطین چندان قناعتمند نبود. در میان فرماندهان جبهه سوریه و فلسطین ابو عبیده ابن جراح، یزید ابن ابو سفیان و عمرو ابن عاص عملیات مشترک و متمرکز نمی رسید و هر یکی از سرلشکران با دسته های فداییان خود می جنگیدند. آغاز محاربه یرموک. قیصر روم هرقل خوب می‌دانست که لشکر اسلام از چند سمت به سوی سوریه و فلسطین حرکت می‌کند و خالد ابن ولید فتح عراق را به سامان رسانده آماده حمله آوردن به مرزهای روم شرقی می‌گردد. از این لحاظ او هم از کنستانتینوپل، هم از انتیاخیا و دمشق و قیصریه لشکری افزونی گذاشته در سمت یرموک به نبردی در پیش ایستاده تیاری می‌دید. چندی نگذشته خالد ابن ولید از ابوبکر دستور گرفتی قسمتی اساسی لشکری 20,000 اش را در هیره تحت فرماندهی مثنا ابن حارث واگذارد و با قسم دیگری سپاهش سوی جبهه لشکر اسلام در سوریه و فلسطین شتافته آنها را متحد سازد. خالد ابن ولید مطابق امر خلیفه ابوبکر تعجیلاً راه سوریه را پیش گرفته در تسخیر قلعه شهر بصره به سپاه درمانده شهربیل ابن حسنه کمک نمود. فتح قلعه استوار بصره که یکی از شهرهای مهم تجارتی روم شرقی بود به لشکر اسلام غنیمت زیاد و روح بلندی دوچند آورد. خالد ابن ولید به اردوگاه لشکر اسلام در یرموک رسیده بعد آشنایی با جبهه های لشکر پی برد که هر کدام جبهه تحت فرماندهی سردشکری خود قرار دارد و از روی نقشه مشترک و فرماندهی یگانه عمل نمی کنند. شنونده های گرامی، شما گفتاری 80 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.